وطندارای عزیز، سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را شکر می کنیم برای یک روز دیگه، یک موقع دیگه که او بر ما داده، او بر ما عطا فرموده تا که ما باز به حضور خدای بسیار پر از محبت آمده او را جلال بدیم و او را شکرگزاری بکنیم. خدا را شکر می کنیم. باز هم چند برنامه گذشته در خدمت شما نبودیم و اما در دعا حتما بودیم. خدا را شکر می کنیم بر تک تک شما، بر هر کس شما، بر هر کدامتان در هر جایی که هستین. ما همیشه در دعا هستیم که خداوند شما را برکت بده و تا ای که ما تمامی از یک سر هر انسان کلام مقدس خدا را بشنویم، حضور او را طالب باشیم و بر راههای او قدم بگذاریم. کلام خدا از همین خاطر برای ما میگه که زیرا خدا مردم از این دنیا را قدر دوست داشت که او یگانه پسرش داد تا هر کسی که ایمان بیاره هلاک نشن و نمرن، یعنی در مرگ ابدی داخل نشن، بلکه زنده بمانن برای ابدیت تا آخر و همیشه. کلام خدا ای را برای ما وعده میده کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره خدا او را شفا میده، خدا او را شفای کامل میده. وقتی که اینجا ما از شفا صحبت میکنیم شفای جسمانی نیست. خدا توانگر است، او تواناست، او میتونه که ما را شفای جسمانی هم بده. و اما شفایی که کلام خدا در اینجا صحبت میکنه شفایی است که ما را از مرض عظیم ترین، یعنی مرض گناه، یعنی غلامی شیطان، یعنی ما را از تاریکی نجات دادن، از دلدل مرگ ابدی نجات دادن هست. این گناهی است که ما را بالاخره در جهنم کت خود میبره اگر این گناه ما از بین نروه. کلام خدا برای ما میگه همه انسان ها گناه کرده اند و از جلال خدا محروم هستند. و اما خدا را شکر میکنیم برای فیض عظیم خدا که به وساطت عیسی مسیح که او خونبهای آزادی ماست. اگر ما به او ایمان میاریم خداوند گناه های ما را میبخشه و ما را به فرزندی خود میگیره. او خدای بسیار بسیار مهربان است. او میخواهد که این تحفه حیات در عیسی مسیح از طریق عیسی مسیح برای ما بده. اگر ما به او ایمان میاریم، اگر ما به او روی میاریم، اگر ما میگیم ای خدا من تو را شکر میکنم بر از این محبت عظیم تو، برای فیض تو. ای خدا من شکر میکنم که تو مرا دوست داری. من اقرار میکنم که گناهکار هستم و از گناههای خود توبه میکنم. گناههای مرا ببخش ای خدا. و شکر میکنم که عیسی مسیح قربان شد به خاطر من و او کفاره گناهان مرا با خون خود پاک کرد. او مرا با خون خود خرید. او مرد، دفن شد و در روز سیوم از مردگان برخاست. خداوند زنده است و در قیام او من میتونم آل قیام داشته باشم. من ایمان دارم ای عیسی مسیح داخل قلب من شو، زندگی مرا تغییر بده و مرا به حیث بنده خود، به حیث فرزند خود قبول فرما. به نام عیسی مسیح آمین. فقط این مقدار یک دعای بسیار ساده. شاید حرفها
کمی تغییر بکنه. و اما مقصد است که در قدم اول ما باید توبه بکنیم، اقرار بکنیم که گناهکار هستیم و توبه بکنیم از گناههای خود و خداوند میبخشه گناههای ما را. و دومی که ما قبول بکنیم که عیسی مسیح یگانه کسی است که از طریقش ما میتونیم نجات بیافیم، چون دیگه هیچ راه وجود نداره به جز عیسی مسیح برای نجات بشر. هیچ راه دیگری وجود نداره. و اگر ما این را اقرار میکنیم که او یگانه منجی بشر هست و خداوند هست و او به خاطر رهایی ما از گناه، به خاطر از اینکه ما را آزاد بسازه، او خون خود ریخت، او خون خود ریخت و او ما را نجات داد. خون بهای آزادی ما شد. او مرد، دفن شد، در روز سیوم از مردگان برخاست. اگر ما این ایمان میاریم، خود تسلیم میکنیم و او را دعوت میکنیم در زندگی خود، خداوند ما را نجات میده. خداوند به زور نمیخواد که ما را در جنت خود ببره، برای ما اختیار داده تا که ما از اختیار خود او را دعوت بکنیم و در خانه مقدس او برویم. اینمیست مسیح و نجات توسط عیسی مسیح. خدا را شکر میکنیم. موضوع امروز ما هم توبه هست. کلام خدا را امروز ما به زبان پشتو میشنویم. خدا را شکر میکنیم برای برادر عزیز ما ابراهیم فروتن که ایشان از کلام خدا امروز تقدیم میکنن، از کلام خدا بخش میکنن. و موضوع ما هست توبه صده و یا توبه چیست؟ توبه چیست؟ در مورد از این ما امروز از کلام خدا بخش میکنیم. فکر میکنم ما مشکلات تکنیکی داریم. ما آواز خواهر ما که پرودوسر هستن نشنیدم درست. تلستریتر میگن که دیده نمیتونین و اما ما براتون میگم و ایسته که موضوع ماست توبه چیست و در مورد از این امروز صحبت میکنیم و ما دعا میکنیم که خداوند ما را کمک بکنه وقتی که ما کلامش امروز میشنویم. فرق نداره تلستریتر هست یا نیست، کلام مقدس خدا هست و خدا را شکر میکنیم که ما کلام مقدس خدا را با زبانی که خدا به ما داده میتونیم برای مردم برسانیم. پیش از اینکه کامپیوتر باشه و این چیزا باشه، خادمین خداوند کلام خدا را با آواز بلند در کوه و دشت ها و کوچه ها و شهرها تبلیغ میکردن و امروز هم ما ایمان داریم که خداوند می کار را میکنه و خداوند کلامش برای مردم میرسانه. او خودش این معجزه را میتونه بکنه. خدا را شکر میکنیم و اما از شما دعوت میکنیم که تا چند لحظه دیگه در این برنامه کلام خدا را خواهش میکنیم بشنوین و من کوشش میکنم تا جایی که میتونم چیزهایی که برادر ابراهیم میگه برای شما به زبان دری هم ترجمه بکنم و به همین ترتیب ما تمام کلام خدا را یک جای میشنویم. برادر عزیز ما ابراهیم جان، مانده نباشی و یا بهتر میشه بگویم ستړی مشی وروره. ډیر خوشاله اوسې، خدای دې برکت درکړي. تشکر وروره. ډیره مننه. خو خدای ستا په واسطه کې نن څه غواړي چې وطندارانو ته خپل کلام ورسوي. نو وروره مهرباني وکړئ او د خدای کلام بخش وکړئ. ډیره مننه ګرانه حسین جانه. تاسو پوهیږئ چې خدای کلام موږ ویایو، لیکن دا د خدای په وسیله او د خدای په روح په وسیله باندې امکان لري چې موږ خلکو ته ورواړو. آمین آمین. واقعا به وسیله روح خداست، ولی روح خدا برای ما قدرت میده که کلامش برسانیم. آمین. ګرانو محترمو لیدونکو او اوریدونکو ورونو او خویندو، ما خو تاسو ته په تیر شوي پروګرام کې د پاک خدای له کلام څخه چې د خلاصون زیری په نامه باندې خپریږي د خلاصون په باره کې خبرې کړې وې، خو د نن په پروګرام کې به تاسو ته د خلاصون او د توبې په باره کې در سره وجغېږم.
خو لومړی به داسې دعا وکړم چې پاک خدای دې تاسو ته قوت او قدرت درکړي تر څو د پاک خدای کلام انجیل شریف په ښه شان سره درک کړئ او په ښه شان ورته غوږ ونیسئ. ګرانو دوستانو، د پاک خدای په کلام انجیل شریف نوې لفظنامه د لوقا په لیک کې چې د لوقا لخوا لیکل شوی دی په 3 باب 9 آیت څخه تر 10 آیتو پورې درته لولم چې یحیی پیغمبر چې د مالک عیسی مسیح څخه پخوا نبی د پاک خدای و داسې په خپله موعظه کې د وخت خلکو ته ویلي دي او فرمایي ای خلکو توبې وکړئ او د خپلو د بخښلو د ګناهانو د پاره د تعمید غسل ونیسئ. په هغه وخت کې به چې دی په رود د اردن کې په دریاب په غاړه باندې و او خلکو ته یې د تعمید غسل ورکوله، نو هغه و چې ډېر خلک ورته د باندې راووتل او ورته یې وویل آمین آمین. یحیی تعمیدگر، برادر عزیز میگه یحیی تعمیدگر در رود اردن و یا در دریای اردن او ناله میکرد و برای مردم میگفتن که از گناهانتان توبه بکنین، از گناهانتان توبه بکنین. چې موږ حاضر یو چې له تاسې څخه غسل تعمید ونیسو، خلکو به ورته ویل. خو یحیی پیغمبر خلکو ته داسې وویل ای د مارانو بچیانو، تاسې چا خبر کړي چې د راتلونکي غضب د پاک خدای څخه به وتښتئ او تاسې ته لومړی دا ضرور ده چې تر ټولو مخکې توبې وباسئ. به 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 به، چقدر جالب است. یحیی وقتی که بعضی از کسا را دید که پیشش میه، خصوصا مذهبیون، گفت ای مارها کی شما را از قهر خدا آگاه ساخته و اگر واقعا شما میخواین و واقعا شما نجات میخواین از تمام اول از گناهانتان توبه بکنین، از گناهانتان توبه بکنین. بله. نو یحیی پیغمبر دا موعظه ورته کوله او بیا یې ورته وویل چې تاسې په خپلو زړو کې په واقعیت سره توبې وکړئ او داسې مه وایئ چې ګنې حضرت ابراهیم زموږ پلار دی. زه تاسې ته دغسې وایم چې پاک خدای کولی شي دلته د دغو کانو څخه د ابراهیم دپاره اولاد پیدا کړي. به 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 به، یعنی به این افتخار نکنین که شما فرزند کیستین، اولاد کیستین، اولاد ابراهیم هستین و یا اولاد فلانی ملا هستین و یا اولاد فلانی شخص بسیار کلان مذهبی و غیره هستین. نه 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 نه، خدا قادر است که حتی از سنگ ها هم برای ابراهیم فرزندا بسازه. پس افتخار نکنید که اولاد ابراهیم هستین. همداسې په ادامه سره یې ورته وویل چې تاسې خو پوهیږئ چې تبر خو د ونو په سر ایښودل شوی دی او هره ونه چې میوه رانه وړي هغه به پرې کړي او اور ته به ور وغورځوي. به به، باید ما متوجه باشیم، واقعا متوجه باشیم. کلام خدا برای ما میگه که تیشه گذاشته شده بر چوب و بر شاخه گذاشته شده و خدا میگه که متوجه باشین که درختی که ثمر نمیاره او شاخه هایش، او شاخه ای که ثمر نمیاره او قطع میشه. خو په هغه وخت کې خلکو له هغه څخه وپوښتل او سوال یې ترې وکړ چې موږ اوس څه وکړو. یحیی پیغمبر ورته وویل د تاسې سره که چیرې 2 کمیسان وي نو یو خپله ولرئ او بل د خپل هغه ورور دپاره ورکړئ چې هغه یې نه لري او چا چې سره چې زیات خوراک دی هغه د نورو سره وویشي. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، اوس سوال داسې پیدا کیږي چې توبه څه ده؟ بله، گناه چیست؟ سوال در اینجاست که توبه چی هست؟ او یا پیغمبر څرنګه داسې په خپله موعظه کې لومړی شروع په دې باندې وکړه چې
تاسو توبه وباسئ نو تاسو په دې باندې پوهېدلی وئ چې لومړی باید موږ په دې وپوهېږو چې زموږ توبه باید واقعي او په حقیقت سره توبه وي و باید ما این را متوجه باشیم که یحیی چرا وقتی که بشارت خودش شروع میکنه از تمام اول بر مردم میگه که توبه کنین و توبه چی معنا میته مقصد ما از مقصد کلام خدا از این که توبه کنید چیست نو که چیرته موږ تاسو غواړو چې په دې حقیقت او واقعیت باندې وپوهېږو چې توبه څه ده باید په دې هم وپوهېږو چې ایمان راوړل او توبه ایستل د خلکو ژوندون ور بدلوي او د خلکو ژوند ته بدلون ورکوي آمین آمین و ای که توبه وقتی که ما توبه میکنیم و ایمان میاریم به عیسی مسیح زندگی ما را خدا تغییر میده نو لومړی باید ووایو چې توبه او ایمان باید له زړه څخه وي تر څو وکولی شو خلاصون باندې اعتماد ولرو او خلاصون پیدا کنیم و توبه باید از دل ما باشه از قلب ما بیرون شود یعنی توبه ما راستی باشه و درست باشه او تاسو خو په دې هم پوهېدلی چې انسان په خپلو نیکو ښو کارو سره خلاصون نشي پیدا کولی نو بیا توبه او ایمان سره څرنګه رابطه لري و ما در کلام خدایی را میخوانیم که ما با اعمال نیک خود نمیتونیم نجات بیافیم پس توبه و ایمان چی رابطه داره نو تاسو واورېدل چې یحیی پیغمبر د توبې ایستلو دپاره موعظې کولې او هغوی ته یې وویل چې تاسو توبه د تاسو له ژوندون د بدلونو څخه باید ښکاره شي و یحیی اینجا بسیار واضح میکنه و کلام خدا اینجا بسیار واضح میکنه میگه وقتی که ما توبه میکنیم این باید در عمل در زندگی ما لازم است که معلوم شود که توبه ما واقعی بوده یعنی اگر ما از یک چیزی توبه میکنیم و در عمل دیگه چیز میباشیم پس توبه ما درست نبوده بلکه توبه ما در عمل باید ثابت شود برادر ابراهیم به اجازه تان چون یک کمی مشکلات تکنیکی داریم یک وقفه میگیریم یک سرود میشنویم بعد از سرود ما میخوایم باز از شما بخیر ادامه بتین در صحبت‌های خوبی که میکنین از کلام خدا با اجازه تان یک وقفه میگیریم تا که اگر کوشش کنیم همین مسائل تکنیکی را حل کنیم با اجازه تان مهربانی وکړئ گردان از گناهان نزد عیسی بیا رو گردان از گناهان نزد عیسی بیا ترک کن این دنیای غم از پشت عیسی بیا رو گردان از گناهان نزد عیسی بیا موجی که از خون پاکش ریزد ز صلیب او موجی که از خون پاکش ریزد ز صلیب او پاک کند هر گناهت را تو نزد عیسی بیا کند هر گناهت را تو نزد
پشت عیسی بیا، از پشت عیسی بیا. رو گردان از گناهان. بله، توبه کردن رو گشتاندن از گناه است. وقتی که ما رو میگردانیم از گناه و به طرف عیسی مسیح روی خود میاریم، بازگشت میکنیم، این میره توبه میگه، این میره توبه میگه. متاسفانه تلستریتر ما که آیات بر روی پرده بندازیم مشکلات ما حل نشد، و اما خدا را شکر میکنیم باز هم ما کلام خدا را میشنویم از برادر عزیزم ابراهیم جان. و اما پیش از اینکه از برادر ابراهیم بشنویم یک تلفن داریم از ظاهر جان که این تلفن میگیریم. ظاهر جان وطندار عزیز مانده نباشی. سلام علیکم استاد جان، چی حال داری وطندار؟ خوب بخیر هستی؟ جور هستی؟ خوب هستم الحمدلله. شما خوب هستید؟ خدا را شکر، خدا را شکر. ظاهر جان چی گفتنی داشتی وطنداری عزیزم؟ گفتنی و چیزی تخار نبود. از با ما ایمان کتاب مقدس دارم. بعضی سوال بعضی وقتا داشتم، بعضی وقتا میخواستم گشت بزنم، اما برای چند وقتی پیام داده بودم، با تلفن داده بودم، با موفق نشده بودم با شما گشت بزنم. اینا خدا را شکر میکنیم ظاهر جان، خدا را شکر میکنیم که آل موفق شدین و آل صحبت میکنیم، و حتما اگر شماره تلفنتان کت ما ثبت شده باشه بعدا ما هم تماس میگیریم کتان. و اما خدا را شکر. بفرمایید برادر عزیزم. بله صداش برادر فرق نداره، شما تلویزیون آوازش پخش کنین آوازتان میشنویم ما و وطندارا هم میشنون. بفرمایین. بله بله، فقط برای وطندار خود یک پیام داشتم از طریق تلویزیون شما. بله وطندار. هر کس بیتون مثلا در افغانستان باشه، هم اگر ایمان بیاره به عیسی مسیح، واقعا زندگی تازه از طریقه دیگه واقعا وارد زندگی شده میشه. اونجا از بهترین جای دنیا یا نیاز کل مردم افغانستان واقعا این است، چون که اینجا وقتی که به عیسی مسیح ایمان داشته باشی دیگه با کس دشمنی نداری، اختلاف نداری، با ازبر یا پشتون تاجیک یا چی نداری، همه یک هستی، هم دیگه احترام میکنی. همونطوری که عیسی مسیح گفته حتی دشمنای خود را میتونید دوست داشته باشید. هللویا. یه آزادی واقعا از آزادی بسیار مهم برای افغان‌ها است که داشته باشه. آمین آمین. ظاهر جان برادر. بله ظاهر جان، ما میفهم که شما از وطن زنگ میزنین، ولی ما نمیخوایم که بگوین که از کجا زنگ میزنین، ما نمیخوایم شما بگوین که از کجا زنگ میزنین، و اما ما میخوایم که ما میخوایم که شما با یک چند کلمات کم برای ما و برای وطندارا بگوین که چطور شما به عیسی مسیح ایمان آوردین. این باعث برکت میشه. بله خب صدای شما فهمیدن. گفتم که از شما خواهش میکنم بدون از اینکه بگوین که از کجای وطن زنگ میزنین، خواهش میکنم نگوین که از کجا زنگ میزنین، و اما ما میخوایم که وطندارا بشنوه که شما چطور و چرا به عیسی مسیح ایمان آوردین. برای اینکه ما واقعا دائم سوال بود که چرا ما یک مثال بزنم، مثلا میگفت خدایا خورما، هم معلوم به عیسی مسیح داشت، هم میتونیم خدا را داشته باشیم، هم خورما را، هم میتونیم وطن خدا دوست داشته باشیم، هم زبان خدا، هم مذهب خدا. دستور فقط از خدا و از عیسی مسیح میگیریم، از کشورهای خودش نمیگیریم، از بیگانه ها نمیگیریم، نام خدا تاثیر نمیشیم یا یک طرح زیاده نشیم. یک آزادی میتونیم هم دوست داشته باشیم، میتونیم
هر قوم مقام دیگه احترام داشته باشید. هللویا. آمین. دشمنای خود داشته باشید. آمین. واقعا عیسی مسیح میتونه یعنی تغییر بیاره در زندگی ما. واقعا او میتونه تغییر کامل بیاره. مو قسمی که شما چقدر به مقبولی گفتین. کسی که واقعا چرا نمیگم چیزایی که میخوام هلو. من نمیتونم چرا یک رو به استرس شما یک روز صبح شد دیگه که با شما زنده کنم. باز گفتنی های زیاد داشتیم یک روز که نمیتونم دیگه. به هیچ فرق نداره. حتما ظاهر جان ما کوشش میکنیم که بعد از برنامه شخصا ما کوشش زیاد میکنیم که کت شما تماس بگیریم اگر شماره تلفنتان کت ما ثبت شده بود و اگر نشده بود خواهش میکنیم که باز هم زنگ بزنین و کت ما تماس بگیرین و ما کوشش میکنیم که کت شما در تماس باشیم. خداوند شما را برکت بده ظاهر جان با این محبت زیادی که واقعا واضح است از کلماتتان. لازم نیست که با کلمات بسیار کلان آدم صحبت بکنه و اما لازم است که ما بشنویم که خدا زندگی انسان چطور تغییر میده و امی طرز گفتارتان روح مسیح را که خود داشته از این که بالاتر و مهمتر چی باشه. خدا را شکر میکنیم. خدا را شکر میکنیم. هللویا. برادر عزیزم وطندارم ابراهیم جان بفرمایین وطندار عزیزم بسیار میبخشین. نه پروانه لري ګرانه ډېر خوشاله شولم چې یو وطنوال په دې باندې قادر شو چې د موږ تاسو نه د خپل ایمان په باره کې موږ ته معلومات راکړي. هللویا. آمین آمین آمین. نو د موږ موعظه نن ګرانه دوسته د توبې په باره کې ده. نو کلام د خدای وایي چې توبه یوازې پښیماني یا یوازې داسې احساس نه دی چې د خپلو ګناهانو څخه کوي. خو داسې افسوس وجود لري چې هغه نه یوازې په توبه کولو سره بدلیږي بلکې وجود لري که چیرې توبې ونه باسي. نو یو ډېر لوی مثال یې د یهودای اسخروطي دی چې هغه وخت چې هغه عیسی مسیح مالک دښمنانو ته تسلیم کړ نو هغه یو لوی خیانت وکړ خو افسوس یې وکړ او افسوس یې درلود چې ولې خپل مالک نورو ته ور تسلیم کړ. خو یو شی و چې هغه کمی درلودل هغه دا و چې هغه توبه ونه ایستله او توبه ای ونه کړه. به چقدر خوب گفتین. واقعا برادر عزیز ما گفتن که یکی از مثال هایی که ما میتونیم در مورد توبه ای که از قلب نشده باشه، توبه راستی نشده باشه، در مورد یهودای اسخریوطی که او خداوند عیسی مسیح را بالاخره تسلیم دشمنا کرد که مصلوب شود و ما میتونیم که از زندگی از او یاد بگیریم که واقعا با وجود از اینکه او از پشت عیسی میرفت و تعلیمات عیسی مسیح را حاصل میکرد و اما توبه حقیقی را از زندگی خود نشان نداد. چون اگر او واقعا توبه میکرد او حقیقت عیسی مسیح را درک میکرد. نو ګرانو دوستانو عزیز تاسو به پوهېدلي وئ چې هر سړي دپاره چې کومه ګناه ترې کېږي نو بیا ضرور ده چې د خپلې پښیمانۍ نه باید نه دا چې پښیمانه وي بلکې باید د خپلو ګناهانو څخه توبه وباسي او د پاک خدای په حضور کې د خپلې پښیمانۍ دپاره توبه وکړي. نو هر هغه وخت چې څوک داسې یو غم کې ډوبېږي چې خدای پاک په اراده سره دی نو هلته توبه د هغه کس د هغه د خلاصون سبب ګرځي. به نه تنها ما باید وقتی ما این احساس میکنیم نه تنها ما پشیمان شویم از گناه خود بلکه ما توبه بکنیم از گناه خود تا که خدا زندگی ما را تغییر بده. نو بیا هیڅ کومه پښیماني به پاتې نشي او پښیماني به ونه لري. خو بیا داسې د دنیایي غمونه هم شته چې پایله یې مړینې سبب ګرځي. نو دلته تاسو ګورئ چې احساس او پښیماني او توبه ډېر په خپلو کې سره بدلون لري.
به به، واقعا احساس کردن به گناهان خود و پشیمان شدن از گناه و توبه کردن، این رابطه داره، رابطه جدی داره. بله. او په خپلو کې ډېر بدلون په دې معنا لري چې احساس د ګناه، پښیماني او توبه وقتی موږ احساس کړو چې ګناه راسکه شوې ده، بیا یې پښیماني وباسو، خو خدای موږ ته لاره راښودلې ده چې ولې احساس وکړو او ولې پښیمانه شو. ډېره نږدې لاره دا ده چې د احساس او د پښیمانۍ په وخت کې د خدای په حضور کې توبې وباسو. به به، واقعا. نو توبه داسې یو بدلون دپاره کېدی شي او د داسې بدلون دپاره دی چې خدای دې موږ په ژوندون کې وروسته له توبې بدلون راولي. نو توبه باید د هر کس او د هر چا چې وي د هغه د ژوندون د بدلون سبب وګرځي، چې بیا هغه ګناه ونه کړي. نو توبه په دې معنا ده چې د هغه ګناه نه چې هغه توبه او پښیماني ایستلې ده باید ورنه کړي. نو رسول موعظه کې په دوهم لیک د قرنتیانو په نامه اووم باب کې لیکلي دي په لسم آیت کې د توبې په باره کې داسې فرمایلي دي: ځکه چې د خدای د مرضي په مطابق غم داسې توبه را پیدا کوي چې د هغه انجام خلاصون دی او په هغه پښیماني کېدل نشته، خو د دنیا غم مرګ پیدا کوي. او همداسې پال رسول تسلوکیانو مسیحانو ته لیکلي دي چې هغوی باید د خپل بت پرستۍ څخه توبې وباسي. آمین. او هغه کارونه پرېږدي او د خدای و خواته بیرته راوګرځي. آمین آمین. و کلام خدا همون قسمی که میگه از روح خدا، همون قسمی که از طریق بنده خود، خادم خود پولس رسول میگه که ما باید از بت پرستی های زندگی خود دور شویم. باید ما این چیزها را از زندگی خود دور کنیم، این کثافات دور کنیم و به خدا روی بیاریم. با اجازه تان یک تلفن میگیریم از ایرج جان، زنگ زدن از ایران. ایرج جان مانده نباشین، وطندار روی خط هستین، بفرمایین. سلام برادر حسین، خسته نباشین. شما خسته نباشین ایرج جان، خوب بخیر هستین؟ ممنونم. خدمت مهمان برنامه‌تونم سلام میکنم. شنیدن برادر عزیزم، بفرمایین. بله برادر حسین، من درخواست دعا داشتم. میخواستم که برای خانواده خودم و خانواده خودم که میگم منظورم کل مردم ایران هستن، مردم ایران همه خانواده من هستن. میخواستم دعا کنید برای مشکلاتی که هست در ایران و به هر حال روز به روز گرانی و تورم مردم رو بیچاره کرده و مخصوصا این چند روز اخیر که خیلی به هر حال فشار زیاد اومده و قیمت اجناس بالا رفته و واقعا آدم یاد دورانی میفته که انگار یک کشوری به ایران حمله کرده باشه، اینقدر مثلا حالت قحطی پیش اومده. ما قبلا اینجا نون هر قیمتی که میگرفتیم قیمتش الان 2 برابر شده، یا نمیدونم حتی مواد غذایی دیگه، شیر، اینها شیر پاکتی بود اینجا خیلی ارزون بود ولی خب الان قیمتش 2-3 برابر شده. به خاطر فکر می‌کنم این قیمت دلار بوده که افزایش پیدا کرده، بالا رفته. حتی تو نمیشه که یه جنس‌های قیمتش، اجناسی قیمتش بالا رفته که آدم واقعا تعجب میکنه. الان توی کرج که ما هستیم قیمت واجد 3 برابر شده. یعنی واقعا آدم تعجب میکنه آخه چرا باید یه همچین چیزی، یه همچین جنسی قیمتش انقدر بالا بره. خلاصه دعا کنید برای مردم که مردم در فشارن و از این فشار بیرون بیان. ممنونم. حتما دعا میکنیم ایرج جان، حتما دعا میکنیم. وطندارای عزیزم شما شنیدین برادرم ایرج جان خواهش کردن که دعا کنیم بر کشور ایران، خصوصا در این روزا واقعا در خبرها میشنم که قیمت ها چقدر بالا رفته و مردم به سرک ها کشانیده شده و ناله میکنن. واقعا خداوند رحم بکنه و ما دعا میکنیم که ای خداوند عزیز تو رحم فرما بالای از این کشور، بالای مردم از این کشور، و از همه مهمتر که مردم ایران عیسی مسیح را یگانه منجی، یگانه نجاتگر را بشناسن.
خداوند عزیز، دعا میکنم که مردم فیض تو را ببینن، محبت تو را بچشن. دعا میکنم که ای خداوند تو مدد فرما رهبرای کشور را، ای خداوند، و خرد بتی، عقل بتی و حکمت بتی ای خداوند، که واب تو ببینن ای خداوند. دعا میکنیم ای خداوند که احتیاجات مردم رفع شود به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح. آمین آمین. ما حتما دعا میکنیم ایره جان برتان زیادتر و امیدوار بودن خوب است. کلام خدا برای ما میگه در کتاب مرثیه امیدوار بودن به خداوند بسیار خوب است. تلفن دیگر میگیریم از نجیب الله جان تلفن کردن. نجیب الله جان مانده نباشین، وطندار عزیزیم روی خط هستین، بفرمایین. هلو نجیب الله جان. نجیب الله جان آواز ما را میشنوین؟ روی خط هستین. متاسفانه آواز ما را نمیشنوین نجیب الله جان و تلفن بعدی را میگیریم از زمان جان از دبی زنگ زدن و این تلفن میگیریم. زمان جان وطندار عزیزم مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. جور باشه حسین آقای گل گلاب برادر عزیز قند بزرگوار. بسیار بسیار تشکر وطندار عزیزم از زبان شیرینتان و از اخلاق شیرینتان. خدا را شکر میکنیم. زمان جان بفرمایین، روی خط هستین برادریم. ما همچنان شکر میکشیم که از هر گوشه افغانستان زنگ میزنه. شکر میکشیم که یک دانه برادری دیگه به حضرت مسیح پناه میاره. هللویا هللویا. آمین آمین. خدا را شکر واقعا. خدا را شکر میکشم، میلیون شکر میکشم که خدا از هر گوشه افغانستان زنگ میزنه یکی با برادرای ما اضافه میشه. خدا شکر، هزار بار شکر، میلیون بار شکر. هللویا. واقعا بسیار جای خوشی است. و زمان جان ما برتان هنوز زیادتر خبر خوش میتم. باور کنین در طول هر هفته ما قدر زیاد تلفن میگیرم و ایمیل میگیرم از طریق فیسبوک که مردم به عیسی مسیح ایمان میارن و زندگیشان تغییر میکنه. هللویا. آقای گل، حسین آقای برادر عزیزم، حسین آقای قند، شما قند هستین، افتخار میکنیم. شما قند هستین، ما به شما افتخار میکنیم زمان جان. خداوند شما را برکت بده و واقعا ما را تشویق کردیم. برکت بده انشاءالله. خدا به حضرت مسیح انشاءالله همه دنیا ایمان بیاره که همگی یک دست، یک نواخت، یک رنگ شد انشاءالله. هللویا. آمین آمین. زمان جان خداوند دعایتان شنید. خداوند دعایتان شنید و خدا را شکر میکنیم که شما باعث تشویق بسیاری وطندارای ما شدین امروز و خدا را شکر میکنیم زمان جان. خداوند شما را برکت بده. انشاءالله همه را خدا دعا میکنیم که همه انسانها را به حضرت مسیح ایمان بیارن که خدا انشاءالله قلباشان نرم بکنه. انشاءالله خداوند به دادشان برسه که این همه فساد و بدبختی را سر همه ورداره انشاءالله. هللویا. چی دعای خوبی. خدا را شکر میکنیم وطندار. زمان جان بسیار تشکر از تلفنتان و از محبتتان و از تشویقتان. خدا را شکر میکشیم که ما چی برادری داریم، برادرای ایرانی، افغانی، تاجیکستانی و پشتونای افغانستان. خدا به دلشان یک رحم بیاره که پناه بیارن به حضرت مسیح که خدا انشاءالله اینا را هدایت بکنن. که هللویا. آمین. خدا را شکر میکنیم. خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم. بسیار تشکر. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ. انشاءالله موفق باشی، انشاءالله همیشه موفق باشی. انشاءالله ما دعا میکنم که تا حضرت مسیح انشاءالله زنده باشه و موفق باشه و انشاءالله کمک بکنه برای افغانستان مظلوم، برای افغانستان فقیر. هللویا. جلال بر نام عیسی مسیح باشه. آمین. تشکر برادریم. تشکر. خدا را شکر میکنیم برای برادر زمان جان و برای تلفن بسیار تشویق کننده ایشان و ما افتخار میکنیم به شما برادر عزیزم و خدا را شکر میکنیم برای مردم که ایمان میارن. واقعا از تلفن میگیریم از علی جان از شیراز زنگ زدن.
علی جان مانده نباشین، روی خط هستین، وطن داریم. درود بر جلال نام عیسی مسیح. آمین آمین، هللویا هللویا، آمین. بفرمایین. من سلام عرض میکنم خدمت برادر عزیزم حسین اندریاس عزیز. سلام بر شما. در این شب عزیز خیلی خیلی موضوع خوبی رو انتخاب کردید، موضوع توبه. آمین. همون کاری که من چند وقت پیش انجام دادم و امیدوارم که خدای زنده عیسی مسیح قلب من رو لمس کرده باشه و من بتونم از گناهان گذشتم توبه کنم. من خیلی با این مفهوم توبه عجینم آقای اندریاس، یعنی واقعا از گذشته خودم، از گناهان خودم با همه اعماق وجودم توبه کردم آقای اندریاس. خدا را شکر. بله، من امشب فقط میخواستم یه یادآوری به خودم و همه مسیحیای عزیز بکنم که اولا این چیز جدیدی نیست، هممون میدونیم، اما متاسفانه خیلی موقع ازش غفلت میکنیم. این که خدای ما، خدای زنده عیسی مسیح کفاره گناهان ما شد، خون خودش رو ریخت، دقت کنید، تا ما انسان ها از ما برداشته بشه. ولی ما انصافا چقدر ما در مسیر عیسی مسیح حرکت میکنیم، چقدر سعی میکنیم زندگیمون رو مسیحی کنیم. من دلم میخواد اینو امشب از همه مسیحی‌ها بخوام، که اینقدر گناه نکنید، اینقدر نکنید، هی میکنید ریدم تو کردن. برادر عزیزم، ما احساستان میفهمم، واقعا درک میکنم، واقعا ما نباید گناه بکنیم، ما باید توبه بکنیم. اما قسمی که برادر ابراهیم بسیار به مقبولی گفتن که ما باید توبه بکنیم از گناهان خود و خداوند رحم میکنه بالای ما. واقعا چقدر جای تأسف است و باید انسان ها به خدا برگردن. این بسیار مهم است که ما به این توجه بکنیم. بسیار تشکر برادر عزیز ما. وقتی ما بسیار کم مانده، یک تلفن دیگر هم میگیریم و بعد از او از کلام خدا میشنویم. فکر میکنیم برادر ابراهیم بسیار میبخشین، تلفن ها زیاد است، باید جواب بدیم و اما متاسفانه نمیتونیم تمامی تلفن ها رو جواب بدیم. و سعید جان مانده نباشین، روی خط هستین. سلام برادر اندریاس، خسته نباشید. شما خسته نباشین، وطن داریم. بفرمایین، روی خط هستین. خدا به شما برکت بده. من چون میدونم وقت برنامه‌ام کم هست، سوالمو مختصر خدمتتون عرض میکنم. بفرمایین. میخواستم بگم که بعد اندریاس، این که خداوند گناهان ما رو میبخشه و ما باید توبه بکنیم، این یک مسئله. ولی عده‌ای هم هستند حالا از ایمانداران ممکنه گناهان کرده باشند، ولی آیا این که با این بهانه که خداوند گناهان ما رو میبخشه، با این بهانه انسان به گناه کردن خودش ادامه بده و گناه روی گناه افزوده بکنه، آیا این کار توجیهی داره یا نه؟ در این مورد هم اگر توضیحی بدید ممنون میشم. خیلی خوب سعید جان، خیلی خوب. من حتما از کلام خدا برایتان میارم و کلام خدا برای ما بسیار واضح ایرا میگه که ما نباید به گناهان خود ادامه بدیم. به خاطر از اینکه به گناهان خود ادامه دادن به معنای عزیز که ما فیض خدا را نادیده میگیریم. لطفاً ادامه از این برنامه را گوش بگیرین و ما حتما در مورد از این صحبت میکنیم و اما بعضی پیام های دیگه هم هست که در فیسبوک است، متاسفانه که برای شما روی پرده نشان دادن نمیتونیم. میکا جان سلام میفرستن و با گروهی که هستن خدا را شکر میکنیم، در دعا هستن و دیگه وطندارای ما هم هستن که از طریق فیسبوک کتیما ایجا تماس گرفتن و در خصوص جان علی جان میگه که برای ما هم دعا کنین. جان علی جان خداوند شما را برکت بده. من نمیفهم که چه قسم دعا کنم برای شما و اما دعا میکنم که خداوند رضایش در زندگی شما پوره شود. برادرها و خوارای دیگه هم هستن که تماس گرفتن و اما ابراهیم جان لطف کنین، وقتی ما بسیار کم مانده و اما بفرمایین. ډیره مننه ګران حسین جان، از خوشحاله شوم چې ګران دوستانو تماس ونیول. او ما مخکې دغه ورور چې ما تاسو ته عرض وکړ چې په دې موعظه کې هم ځای لري چې دا په دې معنا نه ده چې موږ یو واره توبه وباسو بیا دوباره هغه عمل تکرار کړو. باید کوشش وکړو چې
هغه کار نه چې ګناه د توبې وباسو باید دوباره ور ونه ګرځو او بیا ګناه ونه کړو. نو دغه مطلب چې مخکې ما تاسو ته وروه چې پال رسول د تسالونیکیانو ایماندارانو ته پیغام ورولېږلی چې د خپلو بت پرستیو څخه توبې وباسي او د خدای و خاطر راوګرځي، خو هغوی همداسې وکول. نو دغه مطلب به هم د توبې ایستلو دپاره یو ډېر ښه کار کړلو ښوونکی وي. بله. نو دا چې هغوی هغه وخت بیرته د پاک خدای ته راوګرځېدل او د خپلو ګناهانو نه توبې وایستلې، نو پاک خدای هغوی وبخښل او برکتونه یې ورکړل. آمین آمین. واقعا کسی که به خدا برمیگرده خداوند گناهانشان کاملا میبخشه. و وطندار سعید جان در مورد از این گفت که فرض کو یک کسی به مسیحی به عیسی مسیح یک کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، خداوند گناهانشان درست است میبخشه، و اما اگر او شخص به گناههای خود ادامه میده چطور؟ پولس رسول سعید جان، من میخواستم به اجازه تان ابراهیم جان اینمی رو بگویم، وقتی ما کم مانده شاید من فراموش بکنم. سعید جان، کلام خدا برای ما در فصل 5 رومیان میگه در مورد گناه ها، در مورد گناه فرض کو اگر کسی در گناه خود ادامه بده چطور؟ فصل 6 میگه. البته پس چی بگویم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه بدیم تا فیض خدا افزون گردد؟ پولس رسول میگه هرگز نه، هرگز نه. ما که نسبت به گناه مرده ایم چگونه میتوانیم زندگی در آن ادامه دهیم، یعنی زندگی در گناه ادامه بدیم؟ آیا نمیدانید که وقتی ما در پیوستگی با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟ پس کلام خدا برای ما میگه که ما نباید در گناه ادامه بدیم. آیا گناه از ما سرزد میشه؟ بله سرزد میشه، و اما ما باید توبه کنیم. این توبه مختلف است از توبه اولی که ما میکنیم. وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، ما از گناهانی که میراث گرفتیم توبه میکنیم. ما احساس میکنیم که ما در حقیقتش در وجود خود میراثی گناهکار هستیم و او را خداوند میبخشه، ما به فرزندی خدا داخل میشیم. و اما چون ما در دنیا هستیم هنوز هم گناه از ما سرزد میشه تا دم مرگ. پولس رسول میگه آی کی باشه که مرا نجات بده؟ و اما ادامه دادن به گناه اشتباه است. کلام خدا میگه. بله بفرمایید برادریم. نگران و عزیزان و دوستان و مالک عیسی مسیح هم د توبې دپاره په خپلو موعظو کې په دې دنیا کې د انجیل متی 4 باب 18 آیت که مالک عیسی مسیح فرمایلی دي، د هغه ورځې نه چې عیسی مسیح مالک دا موعظه شروع کړله چې توبهګار شئ، ځکه چې د آسماني پادشاهي دپاره در باندې راغلې ده او د پادشاهي د آسماني دپاره تاسې رابلل شوي یئ. خو بیا د اعمالو د رسولانو په کتاب 2 باب 18 آیت بیا تر 18 آیتو پورې پطرس رسول هم په خپلو موعظو کې د توبو په باره کې د انجیل شریف په کلام کې موږ تاسو ته فرمایلی دي. بله آمین. بله. نو هغه وایي چې ای ټولو اسرائیلو دا خبره په یقین سره قبوله کړئ چې کوم عیسی چې تاسو په سوله کړی وو، پاک خدای هغه مالک او هم مسیح وګرځوله. آمین. پس ای جمیع قوم اسرائیل به یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مسلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است. او کله چې هغوی دغه پیغام د پطرس رسول واورېدله، نو د زړونو څخه یې توبې وایستلې او پطرس او نورو رسولانو ته یې وویل چې ای ملګریو نو موږ څه وکړو؟ وقتی آنها این را شنیدن دلهایشان شکست. دل شکستن بسیار لازم است که ما پشیمان باشیم. دل ما بشکنه وقتی که ما احساس میکنیم که گناهکار هستیم. دل ما بشکنه باید. و از پطرس و دیگر رسولان پرسیدن ای برادران چه کنیم؟ نو په دې وخت کې پطرس رسول هغوی ته وویل توبهګار شئ او په تاسو کې هر یو د خپلو ګناهانو د معافۍ دپاره په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ
او په هغه په نامه باندې غسل تعمید ونیسي. آمین آمین. برادر عزیزم قربان علی لطفا روی خط باشین، تلفنتان میگیریم. ما کوشش میکنیم که تلفنتان بگیریم. من میفهمم که چندین بار زنگ زدین و اما ما میخوایم که این آیت بخونیم و بعد از این آیت تلفنتان میورداریم. پترس به ایشان گفت توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید که روح القدس یعنی بخشش خدا را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. برادر عزیزم، یک برادر عزیزم وطندار ما قربان جان، قربان علی، چندین بار است که زنگ زدن، ما باید تلفنشان بگیریم با اجازهتان. مهربانی وکړئ. قربان علی جان مانده نباشی وطندار عزیزم، روی خط هستین، وقتی ما بسیار کم است و اما بفرمایین. یک جهان تشکر. بیادر کند ما از ایران به تکلیف شدیم که ما مزاحم شدیم. اولا که ما از شما یک دعا میخواهیم که یک دعا بکنید که مهاجرین ایران خداوند خودش یک هدایتی بکنه، یک راهی برایشان پیدا شود که با قیمتی ها و با تکلیف دادن و با اذیت و آزار، فقط یک دعا از شما میخواهیم که دعا بکنید که خداوند این مهاجرین ایران نجات بده خودش. حتما دعا میکنیم قربان جان، حتما دعا میکنیم وطندار عزیزم. از یک طرف تکلیف دادن اذیت و آزار مامورا و پاسگاه و دیگه از یک طرف بچه مکتبی داریم به حساب مدرسه‌ای داریم، اینا رو به مکتب قبول نمیکنه دیگه. اقامه به نام اقامه خودشون میتن دادن، اقامه خودشون خود دولت ایران قبول نمیکنه. فقط دیگه از بیادر جان از شما میخوایم که یک اولا خداوند با ما توفیق بده، دوما دیگه از شما همین قدر امید داریم که یک دعای صحیح بکنیم که دیگه خداوند اینا رو هدایت بکنه که بچهای ما بی سواد نمانه در اینجا. ما دیگه بچه تکلیف و بچه زحمت اینا رو گذاشتیم در مکتب قبول نمیکنن. باز خداوند از کشور ایران مهاجرین ایران دیگه خدا خودش نجات بده بیادر. اینمی گفت ما بسیار ببخشید صاحب شما وقت رو نگرفتیم زیاد. نه قربان علی جان بسیار خوب کار کردین، بسیار خوب کار کردین، زنگ زدین و حتما ما دعا میکنیم برادر عزیزم و خداوند رحم کنه و واقعا وضعیت ایران درست نیست، وضعیت اقتصادی خصوصا بسیار بسیار خراب است این وقتا و دعا میکنیم خصوصا برای مهاجرین افغان. خود مردم ایران بسیار در مشکل هستند، چی رسد به مهاجرین. و اما مهاجرین برادرها و خوارای افغان ما که در ایران هستند، دعا میکنیم خدایا تو رحم فرما بالای مردم ما، خدایا تو کمک کو که مردم ما از این حالت نجات بیافن. ای خداوند عزیز، وطندارای ما را مهاجرین افغان در ایران به دست مقدس و پاک عیسی مسیح میسپاریم. خدایا تو هزارها را با چند نان و کم نان و یک چند تا ماهی نان دادی. ای خداوند تو معجزه را باز هم نشان داده میتونی، رحم کن. خدایا بالاتر از این دعا میکنیم که مردم به تو برگردن. برای برادر قربان علی و فرزندایشان دعا میکنیم ای خداوند تو هدایتشان کو و تو مددگارشان باش، در نام مقدس عیسی مسیح خداوند آمین. وطندارای عزیز ما خواهش میکنیم که برای وطندارای ما دعا بکنین، برای مردم ایران دعا بکنین، برای افغانها دعا بکنین، افغانهایی که مهاجر هستند در دعا باشین. خدا را شکر میکنیم، خدا را شکر میکنیم که او خدایی است که او میشنوه، واقعا میشنوه. برادر عزیزم ابراهیم جان وقتی ما بسیار کم مانده، فقط 1 دقیقه دیگه مانده، بسیار میبخشین و اما خواهش میکنیم که بفرمایین 1 دقیقه ما مانده. ګرانه اندرشاه جان ډیر تشکر. زه په پای د دې پروګرام کې ګرچې د ما موعظه نور هم ډیره شته خو د دې لپاره چې وخت نشته دی، نو په آخر کې زه داسې ګرانو عزیزانو دوستانو ته وایم که چیرې تاسې توبې په باره کې د انجیل شریف په زړه لفظنامه او نوې لفظنامه کې ولولئ، تاسو به د توبې په باره کې وپوهیږئ او درک وکړئ. خو وقتی چې تاسو توبه وباسئ نو بیا تاسو باید په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ تر څو د تل ژوندون
او خلاصون درکړي. آمین. د تل ژوندون او خلاصون، واقعا زندگی ابدی و نجات او میبخشه. ابراهیم جان، حتما ما خواهش میکنم از شما اینمی موضوعتان در برنامه آینده بخیر که شما تشریف میارین حتما ادامه بدین و بسیار تشکری میگم از شما، چون برنامه ما وقتش کم، ما خلاص شده تقریبا، و اما بسیار تشکر، بسیار از محبتتان و از قلبتان بسیار تشکر. ډیره مننه. د مالک عیسی مسیح په نامه باندې دا موعظه ختمو. ټولو ته د برکت او صحت سلامتی دعا وکړو. آمین. آمین. وطن داریم ابراهیم جان، برای دوستای ما که امروز تلفن کردن حتما برشان دعا بکنین و وطندارای دیگه ما که پیام گذاشتن بسیار میبخشین که نتانستیم تمامیشان بگوییم، و اما حتما در دعا میباشیم برتان و خداوند شما را برکت بده. و خداوند واقعا ما را دوست داره و کلام خدا برای ما بسیار واضح میگه اگر مردم نام مرا یاد کنند، سر تواضع و خم نمایند، دست دعا بلند کنند، طالب دیدار من باشند، از راه خطا برگردند، آن وقت من از آسمان میشنوم، گناهانشان را میبخشم و زمینشان را حاصلگیر میسازم. این وعده خداوند است وقتی که ما به او روی میاریم. خداوند شما را برکت بده. در برنامه آینده بخیر برادر عزیز ما شعیب جان از کلام خدا بخش میکنن. فیض خداوند با شما باشه. آمین. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.